توصیه هم به تمام شاگردان و به تمام رزیدنتان این بوده که همیشه دنبال علت و معلول برن و بگردن دنبال چون و چراها. هیچ چیزی رو به راحتی همینجوری سانبار قبول نکنن. باید سوال وجود داشته باشه تا بتونه پاسخی هم پیدا بشه، وگرنه همه چیز اگر پاسخ باشه به درد نمیخوره. من اعتقاد دارم که یه جمله میخوام اون اعتقاد خود منه، حالا چقدرش درست یا غلطه نمیتونم. ببینیم آموزش رمز توسعه و پیشرفت. هرچی آموزش بهتر باشه توسعه و پیشرفتم بهتر خواهد. یکی از افتخارات من این است که همیشه خیلی به آموزش علاقه‌مند بودم و در موردش وقت صرف میکردم. آموزش رو به عنوان یک در حقیقت زندگی ابدی از اول تاریخ بشر این داستان اینجوری تو فکر بشر بوده، آب حیات و زندگی جاوید. خب الان وقتی به شما این حرف رو بزنن خیلی باورت نمیشه، ولی من به قسمت روحانیش قابل باور دارم. یعنی وقتی که من به شاگرد خودم چیزی میآموزم، عملی میآموزم که اون تکرارش میکنه، در حقیقت منم که در اون دارم تکرار میشم و در اینجا میتونم تا ابد پیش برم. این اعتقاد منم که در اون دارم تکرار میشم و در اینجا میتونم تا ابد پیش برم. این اعتقاد